مطمئنم خیلیاتون نمیدونستین که گرونترین مرکز خرید آلمان و به گفته بعضیا گرونترین مرکز خرید اروپا کجاست. الان با هم میخوایم بریم داخلش رو ببینیم. توی طبقه همکفش میتونین انواع برندهای معروف لوازم آرایشی و بهداشتی رو پیدا کنین. این قسمت هم مخصوص فروش کیف و کفش‌های دیور و لویی ویتونه. من از پله‌های اینجا میرم طبقه بالا. اینجا طبقه اولشه که پوشاک مردونه داره ولی خب خیلی برای من جذاب نیست. میرم طبقه دیگر رو نشونتون بدم. اینم منم. من هر جا درخت کریسمس ببینم براتون فیلم میگیرم. این عینک‌های ورساچه خوشگله. این عینک‌های پرادام خیلی خوشگله. منطقه تو پلن تابستونمه که بخرم. الان یکم زوده. این کارای شنل اینقدر گرونه که اصلا جرئت نمی‌کنم برم قیمت کنم. بچه‌ها این برند امیری رو میشناسید دیگه. صاحب برندش ایرانیه که توی آمریکا این برند رو تأسیس کرده. میخوام برم قیمتش رو نشونتون بدم که ببینید چقدر گرونه. مثلا قیمت این پیراهن رو ببینید 1290 یورو، یعنی 1300 یورو برای این کار. این بزرگوار هم برند گوچی هستن. مثلا این کالجای گوچی رو قیمتش رو ببینیم. خب قیمتش 890 یورو برای فقط همین یک کالج. ناقابله. برند جذاب کریستیان دیور. بچه من اینجا دیگه کم کم دارم افسردگی میگیرم. به نظرم برم یه طبقه دیگه. اینجا طبقه سومشه که بیشتر لوازم ورزشی داره. اینجا طبقه پنجمه که مخصوص لوازم خونگیه. خب اینجا طبقه ششمه که کلی چیزای خوشمزه داره. چقدر جذابن اینا. اینجا میوه های خشک دارن. چقدر خرماهاش درشته. 100 گرم 4.35. اگر میخواین درینک بخرید اینجا کلی نوشیدنی خوشمزه هست. قیمتاشو ببینیم. اینم منم. و اینجا هم طبقه آخره. وای من که فقط فشارم افتاد. و باز هم چشمای برقی من. خب
بچه ها مرسی که تا اینجای کار همراه هم بودید.